الهی با امید تو. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمندم، خانم ها آقایان بیننده شبکه 3 سیما. از این لحظه میریم سراغ تماشای دیداری دوستانه برای آمادگی فصل جدید رقابت ها، جایی که فرنسواروش در کشور مجارستان شهر بوداپست و ورزشگاه گروپاما آرنا از حیثیت، نام و اعتبار رئال مادرید توی هر میدونی باید حراست بکنن. یه حرکت خوب، پاس به محوطه جریمه. آزمایش‌ها و آزمونش رو با موفقیت فصل پیش پشت سر نذاشت، بنابراین یه گزینه جدید، حال هوای جدید رو تزریق کرده به رئالی ها. فده والورده، گلر دوباره خودش صاحب توپ شده. کم تعداد هستن رئالی ها در محوطه جریمه. گلر دو سه بازیکن رو اطراف خودش میبینه، روی پای چپش همچنان اصرار به تغییر مسیر داره و بالاخره روزنه‌ای که نیاز داشت رو پیدا کرد و پاس در عرضش رو فرستاد. انریک اثر گذاشت، اما توپ از اولین بازیکن به خوبی رد شد. انریک ظهوره رو مقابل خودش داره. انریک میاره روی پای چپش، همچنان صاحب توپ تغییر میده منطقه گردش توپو. با یه لمس توپ سیریا توپ رو رسون به کارراسی که ارسال میکنه به محوطه جریمه. آردا گلر خودش رو به توپ رسوند اما نتونست ضربه به سمت چارچوب دروازه فرنسواروش بزنه. خوان مارتینز توپ رو در زمین مسابقه حفظ میکنه. خیلی هم زود باش به تفاهم و توافق رسید. آنتونیو پینتوس مربی بدنساز رئالیا بود که فصل پیش زیر تیغ تند انتقاد رسانه‌های مختلف بود. در محوطه جریمه انریکه و دروازه فرنسواروش. عکس‌العمل خوبی داره اونجا دنش دیبوس. توی این نما در استادیوم گروپاما آرنا در شهر بوداپست مجارستان پشت توپ قرار گرفته. آردا گلر ارسالش به درون محوطه جریمه سمت مخالف، همچنان توپ در اختیار رئالی ها هست و ارسالی که باعث میشه دروازه فرنسواروش رو باز بکنه. ریواس توپ ارسال شد به محوطه جریمه و کارو به اتمام میرسونه. ریواس ارسال خوب سیریا. برناردو سیلوا رال رو انتخاب میکنه و اینجا فدریکو والورده پاس میده تا اسپی موفق بشه برای دومین بار دروازه فرنسواروش رو باز کنه. تو شرایطی که کارگردان داشت صحنه قبل رو به تصویر میکشید، یه همکاری خوب در محوطه جریمه فرنسواروش. پاس در عرض فده والورده و ضربه‌ای که اسپی میزنه و باعث میشه تو درون دروازه قرار بگیره. میبینیم با هم کاری که انریک صاحب توپ میکنه. یاره شماره 11 فرنسواروش. کوربو توپ میسپره به زکریاسن، ارسالش به مقابل دروازه و دروازه رئال باز میشه. یه حرکت خوب از بازیکن‌های فرنسواروش. زمانی که حس میکنید وقتش از راه رسیده تا توپی به محوطه جریمه بفرستید. امیدوارن که شرایط جوری رقم نخوره که وینیسیوس ازشون جدا بشه. طراحی حمله از سمت راست، فرصت است برای بازیکن‌های فرنسواروش و ضربه ناامید کننده که توپ میزنه سویکیان و توپ اختلاف بسیار زیادی داره با چارچوب دروازه رئالی ها. توپی که اسپی بهش داد رو دریافت میکنه، میسپرتش به وینیسیوس. کارش سخت شد، حالا سه بازیکن اون رو محاصره کردن. پاس رو میده به آردا گلر، میاره روی پای چپ، مانور میده در محوطه جریمه تیم فرنسواروش. آردا گلر 3 دقیقه تموم شده و سوت پایان این بازی به صدا در میاد. برتری رئال مادرید در این بازی دوستانه.